Okay, thanks everyone. And so we're going to continue, but with some slight changes. Reza Rashidi, we'll be able to have him on Skype in the afternoon at 5. So Shada kindly has agreed to move her speech to the morning session. So Shada Danishvar is going to speak now for 20 minutes. And the other change is that for the lunch break, we are going to have it at 2 o'clock. I hope that doesn't cause much problem. But anyway, because we started quite late, so I hope that will be fine. So I'll hand over to Shada, who's going to talk about the status of the workers' movement in Iran. Thank you, Shada. من در مورد جنبش کارگری تو ایران صحبت میکنم. جنبش کارگری ایران کجا ایستاده؟ صحبتم سر این هستش. وقتی که شما به ایران نگاه میکنید، به وضعیت کارگران نگاه میکنید، به جامعه نگاه میکنید، میبینید فقر بیداد میکنه، گرانی بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه. خودشون از 10 میلیون حتی بیشتر نیروی کار و بیکار صحبت میکنن. از یک فلاکت بی حد و حصری رو میبینید تو میان کارگرها و کل جامعه. شما اوضاعی رو میبینید که هر روز کارخانجات مختلفی بسته میشن، که تعطیلی کشیده میشن، کارگرای بسیاری کارشون رو از دست میدن، دستمزدی پرداخت نشده به یک نرم متداولی تبدیل شده تو جامعه، نه تنها فقط کارگران، بلکه معلم، پرستار، بازنشسته، همه بخش جامعه. اما از یه طرف دیگه در مقابل این وضعیت شما جنبش اعتراضی کارگری رو می‌بینید که به طور واقعی یک نقش مهمی توی فعال نگه داشتن فضای سیاسی جامعه و تغییر توازن قوای سیاسی جامعه داره و همیشه یک عرصه دائمی چالش رژیم اسلامی جنبش کارگری هستش. و به این من حالا بیشتر توضیح میدم و به این اعتبار جنبش کارگری وزن بسیار سنگینی تو تحولات سیاسی جامعه ایران داره. تو ایران کارگرها حق اعتصاب ندارن، اما هر روز تو این کارخونه و اون کارخونه اعتصابه. تو ایران کارگرها حق تشکل ندارن، اما میبینید که کارگران میجنگن و تشکلشون ایجاد میکنن. اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر اختفه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، کمیته پیگیری، اینا همه نمونه هایی از این تلاش هست. حتی برای اون هزینه میدن، زندان میرن. در این حال شما نگاه میکنید که مجمع عمومی کارگری یک رکن مهم اعتراضات کارگری و نه تنها این داره به شکل ثابتی تبدیل میشه، شکل باثبات‌تری به خودش میگیره. نمونهش رو توی کارخانه پروفیل ساوه میبینید، همین اخیراً اتفاق افتاد که کارگرها گفتن ما هر ماه مجمع عمومی خودمون رو تشکیل میدیم و اونجا تصمیم میگیریم در مورد زندگی و معیشت کارمون، بدون اینکه اتفاق افتاده باشه یا نیفتاده باشه، مبارزه‌ای باشه یا نباشه، ما مجمع عمومی رو تشکیل میدیم. و این یک سنت جدید تو جنبش کارگری ایران که الگویی میتونه باشه برای همه جنبش کارگری که کارگر تشکل ظرف اعمال ارادی مستقیم میشه. ما داریم این رو میبینیم. و نه تنها توی پروفیل ساوه، کیانتایر، صنایع فلزی، زاگرس قربه، جاهای مختلفی که شما میبینید صحبت از این میکنن که بریم مجمع عمومی بزرگمون رو بگیریم تا تصمیم میگیریم و جواب دولت رو نمیدیم تا مجمع عمومی بزرگمون رو تشکیل بدیم. این به لحاظ تشکل است. و میبینید که نماینده انتخاب میکنن، میبینید با تصمیمات متحد مجمع عمومی خودشون جلو میدن که چطور مبارزهشون ادامه بدن. سر دستمزد شما میبینید که میگن 3 جانبه نگرید. این یک چیزی که از تو تمام کشورها یک گفتمان اتحادیه‌های کارگری است. گفتمان
ILO هست. همه اینا 3 جانبه میگه. این 3 جانبه میگه هم 2 طرفش دولت و کارفرمای، 1 طرفش هم کارگر. تو بهترین حالت. یعنی 2 به 1. اما تو ایران 3 هیچه. جانب سومش که کارگران همون تشکلات دستساز دولتی هست که کارشون منظم نگه داشتن اعتراضات کارگران تو چارچوب قانونکار جمهوری اسلامی. یعنی چی؟ یعنی بردگیه. از بالا سر کارگر سالانه میشینن دستمزد تعیین میکنن. اون برش چیه؟ کارگران میگن قبول نداریم. شورای عالی کارو قبول نداریم. و چون تشکل سراسری ندارن، چون نمیتونن طرف مذاکره باشن، میگن حداقل دستمزد ما باید 2 میلیون باشه. خودشون رقم میدن. و اینا پدیده‌های جالبیه. خودشون رقم میدن، حداقل دستمزد تعیین میکنن. 40,000 کارگر امضا جمع میکنن، میگن که ما خودمون باید دستمزدمون تعیین کنیم و زندگی انسانی حق مسلم ماست و امروز تو قدم اول ما میریم پشت سر تصمیم کارگران که توشون ماشه حداقل دستمزد 2 میلیون تومان. این یک چالش بزرگه که شما توی جنبش کارگری تو ایران رو هستید باشه میبینید. وجه دیگه از این رو شما وقتی نگاه میکنید جلو اومدن صفی از رهبران کارگریه که تو سطح جامعه و بعضا تو سطح جهانی شناخته شدن. اینا رهبرایی هستن که نه تنها تو سطح مسائل مشخص کارگری بلکه تو سطح مسائل سیاسی جامعه ابراز وجود میکنن. به طور مثال علیه اعدام ابراز انزجار میکنن، حرف میزنن. برای آزادی زندانیان سیاسی بیانیه میدن و حرف میزنن. در دفاع از حقوق کودک حرف میزنن. علیه تبعیض علیه زن، به مناسبت‌های مختلف، روز جهانی کار، روز جهانی زن، علیه کل این سیستم وارونه سرمایه‌داری کیفرخواست میدن به عنوان رهبران کارگر و جامعه اینا رو میشناسه. و این باز خودش یک اتفاق مهمیه. از جمله این رهبران همین الان کسانی مثل رضا شهابی، جعفر عظیمزاده، پروین محمدی، شاپور احسانی‌راد، بهنام ابراهیمزاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، محمد نجاتی، ده‌ها رهبر و فعال کارگری دیگر رو شما میتونید اسم ببرید که اینا خیلیشون دنیا تو سطح اتحادیه‌های کارگری جهانی میشناسن، جامعه میشناسش. و اینا اتفاقات مهمه که جامعه کارگری. همین الان بهنام ابراهیمزاده پرونده جدیدی براش درست کردن. اتهام شورش در زندان هست. چرا؟ بهنام رو بردن زندان برای اینکه جنبش کارگری ساکت کنن، برای اینکه جلوی سازمانیابی اعتراضات کارگری رو بگیرن، برای اینکه جامعه رو عقب بزنن. بهنام اونجا رهبره. رضا شهابی اونجا رهبره. شاهرخ زمانی اونجا رهبره. از همونجا داره حرف میزنه. از همونجا در دفاع از حقوق زندانی حرف میزنه. اتهام شورش یعنی همونجا پرچم انسانیت رو بلند کرد. این اتهام بهنامه. و الان بعداً توی قسمت دیگه از برنامه در همبستگی با بهنام صحبت خواهیم کرد. نامه همسرش زبیده حاجی‌زاده و پسرش نیمای ابراهیم‌زاده رو اینجا می‌خونیم. کنفرانس همبستگی خودش رو با بهنام ابراهیم‌زاده و وضعیت اضطراری خودش اینجا بیان می‌کنه. اینها باز تصویری از جنبش کارگری تو ایران. یعنی میخوام بگم که یک سری از رهبران کارگری اومدن جلو که به عنوان شخصیت‌های سیاسی جامعه شناخته شدن و این خودش اتفاق سیاسی مهمیه که باز وزن جنبش کارگری تو ایران رو تو اوضاع سیاسی امروز نشون میده. و همین اتفاقات یک ماه اخیر جنبش کارگری نگاه کنید. 10ها مرکز کارگری در اعتصاب و مبارزه است، یعنی هزاران کارگر در اعتراض مبارزه. نمونه اخیرش کارگران بافق یزد، 5000 کارگر بافق یزد و موفق شدن. و جالبش این بود که این 5000 کارگر بافق یزد دست از کار کشیدن وقتی زنه‌کارانشون رو دستگیر کردن و زندانی کردن. با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد اعتصاب کردن. این اتفاق مهمه. این داره در واقع طلایه‌های باز کردن در زندان‌ها و آزاد کردن کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران هست. 5000 کارگر و نه تنها این 5000 کارگر شهر رو به تکون درآوردن. خانواده‌ها اومدن در مقابل دار و دسته‌های شورای
همه اینا اعتراض ما از مسجد و از نماز جمعه کشوندن به جلو فرمانداری به شهر و همه رو آچماز کردن و اونا گفتن وثیقه باشه، وثیقه بده دادم کنن. گفتن ما وثیقه نمیدیم بدون قید شرط. کاری کردن که خود مقامات دولت گفتن باشه ما به جای خانواده وثیقه میدیم و این پوچه. دولت خودش از خودش وثیقه میگیره برای آزاد کردن کارگران، برای اینکه شکست خورده. یک شکست سیاسی مهمی بود برای جمهوری اسلامی و یک اتفاق سیاسی مهمی بود برای کارگران و برای ایران. و شما توی محیط‌های کارگری نگاه کنید، اسامی مثل پارس جنوبی، زاگرس و گربه، پتروشیمی ماشر، پتروشیمی تبریز، تراکتورسازی تبریز، پروفیل و نبرد ثابت، نیشکر هفت‌تپه، کیانتایر، صنایع فلزی، معدن البرز شرقی، سد بنیر مریوان، پلی‌اکریل اصفهان، بازچسبان ذوق‌آهن اصفهان، اینا همه اسامی شناخته شده‌ایه. هر وقت از اینا خبر میاد همه توجه ها جلب میشه و اینکه شهری رو برکت داره. ذوق‌آهن اصفهان شده پاتوق کارگری شهر اصفهان. پتروشیمی ماشر شده مرکز جنبش جنوب برای کوتاه کردن دست پیمانکاران، قرارداد مستقیم و افزایش دستمزد و کارگر زندانی آزاد برگرد. نیشکر هفت‌تپه شده سنت تشکل سازی. کارگر شرکت واحد معرفی تشکل‌های کارگری تو سطح دنیا. اینا قانون جمهوری اسلامی میگه قانون‌های بحران. این به ما نشون میده، این تحریک سیاسی به ما میده. یعنی چی قانون‌های بحران؟ تو ایران جنبش کارگری قانون و بحرانه، مرکز ثقل سیاسته و اینا اتفاقات مهمه. و خود رژیم 100 تا جلسه تشکیل دادن برای بافت یزد، 100 تا جلسه بحران. معدن چادرملول جمع شدن 2000 کارگر، گفتن رهبرمون رو باید آزاد کنیم. 60 تا جلسه بحران تشکیل دادن تو خوزستان در مقابل اعتراضات کارگری تو خوزستان. این نشون میده چه جامعه‌ای چی میگذره. و این تصویری که دارم میدم این رو بذارید تو متن اوضاع سیاسی جامعه ایران. اینو بذارید بعد از سال 88 با تکونی که جامعه خودش و اون وقت ابعادش رو باز بیشتر میشه توضیح داد. ما شاهد جلو اومدن جنبش‌های آزادی‌خواهانه هستیم که رادیکال هستن. جامعه‌ای که خواسته داره و داره متشکل میشه و میاد جلو به صورت جنبش‌ها سکولاره، انسانیه، جنبش‌هایی که دارن خودشون رو تو اشکال مختلف، جنبش خلاصی فرهنگی، جنبش علیه تبعیض علیه زن، جنبش علیه محیط زیست و در جنبش کارگری جنبش برای خاص افزایش دستمزد خودشون رو نشون میدن و بیان میکنن و سازمان پیدا میکنن میان جلو. جنبش جوش اعتراضی که توی شهرهای کردستان ایران و کمپینی که برای کمک رسانی به مردم عراق شاهدش هستیم یک نمونه درخشانی از فضای سیاسی ایرانه و همه اینها چالش مستقیم رژیم اسلامی. توی این مطلب به جنبش کارگری نگاه کرد. به عبارت روشن‌تر میخوام بگم که ما با یک جنبش قوی آزادی‌خواهانه و برابری طلبی تو ایران روبرو هستیم. جنبشی که هر روز خواستاشو روشن‌تر بیان میکنه و تغییر بیشتری پیدا میکنه و به خاطر همینه که میگن چپ موقعیت چپ رو دارن صحبت میکنه. چپ جلوی همه این جنبش‌ها تا جایی که خود مقامات جمهوری اسلامی معاون روحانی میگه رسوخ افکار تفکرات چپ در جامعه داره میبینه چه خبره، خودشون دارن اینو میگن. با این تصویر به نظر من انقلاب تو ایران میتونه ضربه کاری به جمهوری اسلامی به عنوان ستون فقرات اسلام سیاسی تو منطقه و کل تحرکات اسلام سیاسی بشه تو منطقه. جمهوری اسلامی همونطور که تو صحبت اولم گفتم داعش ایرانه، 30 و چند سال جنایت میکنه. اول انقلاب برای که مستقر کنه پایه‌های خودش رو نسل‌کشی کرده، کودک رو کشته، زن رو کشته، زن حامله رو کشته، به صورت زنان اسیر پاشیده، صف کارگران رو به گلوله بسته و غیره و غیره. و امروز این مردمن که با مبارزاتشون جلوی خیلی از این وحشیگری‌ها و جنایات رو گرفتن.
اگر که همین امروز شما میبینید اعدام ها بیداد میکنه، دولت روحانی رکورد اعدام ها رو تو 15 سال اخیر شکسته. تو سطح منطقه هم شما میبینید یک پای مهم اتفاقاتی که الان تو عراق شاهدش هستیم، جمهوری اسلامی. به این معنی بعد از حمله آمریکا، همونطور که توضیح دادم تو صحبت قبلا، به عراق و بیرون کشیدن نیروهاش تو این کشور یک خلأ سیاسی به وجود اومده که به خاطر بنبست امریکا و اساساً برجوازی جهانیه و هر یک و جنوبری رو شما می‌بینید سر بلند کرده و اوضاع رو به این قهقرا کشیده. رقابت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی که نتیجهش باعث شده که داعش‌ها بیان تو عراق. و به عبارت 30 و چند ساله که حاکمیت جمهوری اسلامی و جلو صحنه اومدن امروز داعش، همه اینها نشونه اوج انحطاط سرمایه‌داری جهان امروزه. و تو این تاریکی ایران و جنبش کارگری در ایران یک نقطه قوته. این پیامیه که این کنفرانس میخواد. این یک نقطه قوته. و به نظر من جنبش کارگری تو ایران و جنبش آزادخوانه مردم ایران از این زاویه که بهش نگاه کنیم اساساً نیاز به بیشترین حمایت و همبستگی جهانی و به ویژه خاورمیانه داره. و تو همین رابطه حمایت از کارگران زندانی و رهبران کارگری تو ایران یک امر بسیار سیاسی و مهم و ما سعی داریم توجه دنیا رو به این جلب کنیم. ما تو این کنفرانس همبستگی کارگری خاورمیانه میخوایم به این اجماع برسیم که امروز به بیشترین همبستگی تو سطح جنبش کارگری تو سطح خاورمیانه احتیاج هست و این نیاز سیاسی و فوری هست به خاطر اینکه پیوندهای عمیقی مبارزات مردم ایران رو با مصر، تونس و عراق و کشورهای کل منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به هم دیگه وصل میکنه. باید در این جهت یعنی ایجاد یک شبکه، یک نتورکی در سطح خاورمیانه گام برداریم و برای اون طرح روشن و آگاهانه داشته باشیم. و این کنفرانس قدمیه تو این جهت. یک قدم اولیه است در این حال برای یک انترناسیونال همبستگی جهانی کارگری. یک قدم کوچیکه اما مهمه و امیدوارم این کنفرانس به نتایج رضایت بخش برسه. و به خاطر همینه که ما این کنفرانس رو فرا خوندیم و تشکر میکنم که شرکت کردید و تشکر میکنم از دوستانمون از مصر، تونس، عراق. متشکرم. Thank you very much, Shala, for giving us an insight into the workers' movement in Iran and the political situation there. The next speaker, as I said, with the change, is going to be Kazem Nikba, who is going to talk about a proposal for a workers' solidarity network for Middle East and North Africa. As it was mentioned earlier on, and during the preparation for this conference, a hope is that as an outcome of this conference, we can create a network of worker solidarity of activists coming out of this conference as a first step towards a more coordinated work after the conference, so that the conference just doesn't finish it, you know. So it's just a starting point for more coordination, connections, and work together across the Middle East and North Africa, and we can even expand that at a later stage. So we see this conference as a first initial step in that direction. So what Kazem is going to talk about is a proposal for building such a network of worker solidarity. And Kazem is going to speak about 15 minutes, so yeah, well, we're relaxed about that. And then we will have an opportunity for discussion of the issues raised there, because we need to talk about that. Depending on our time, we can either do that
just after Kazim has spoken, or we can leave that to the plenary discussion that we have later on this afternoon. But we'll see that. So before I hand over to Kazim Mikbal, I'll just say a few words about Kazim. Kazim is a long-time labor activist and socialist activist, and has been involved throughout the Iranian revolution since 1979 till now. And it's specifically about the campaigns that we have been, or he's one of the organizers of this conference, along with Shada. But he has been very active in organizing these campaigns of solidarity or workers' struggles, and a lot of analytical works on the workers' movement, issues of socialism and communism, and he's got a long collection of literature and articles on that. Most of them, unfortunately, in Farsi, although he speaks English very well, so he should start writing in English as well. Okay, I hand over to Kazim. Thank you. I welcome all of you, especially our guests from Tunisia, Hatem, Hoda, and Akram. We are very happy to see you here. I have been in contact with many people, friends, worker activists from different parts of the world. I mean, through the years, 10 years ago to now. But I think this meeting here is very important. It's very important, without exaggeration, because we want to take the first step towards something new, and that is to form a new, I can say, like Baron said, network or organization for collaboration, for coordination, for support and solidarity of a struggle between workers in the region. So it is something planned, something that we can, I hope, that we can rely on, and we can continue to, is it okay to talk like that? We can continue our relationships. That's important. I think I don't need to, I see a reason for, or I mean, to talk about the reasons and importance of these relations between Tunisian activists, Egyptian or Iraqi or other countries. I think all of us know that it is very important in these dark days that we are witnessing the emergence of the Islamic religious fascism and everything that you see. So the main thing that this conference wants to do is to form this organization that I'm talking about. The Workers' Solidarity Network of the Middle East and North Africa,